93% ریاضی زدی، 98% زبان، 100% فیزیک. خب بالاخره ببینید خیلی زحمت کشیدم دیگه. حالا چه رشته‌ای می‌خوای انتخاب کنی؟ خب اگه به علاقه باشه که خب پزشکی رو من بیشتر دوست دارم. رشته پزشکی عالیه. یه 7 سال درس می‌خونی، بعد میای تحصیل 3 ساله، بعد میری 2 ساله، بعد پایان نامه رو میگیری، بعد میری یه دوره می‌بینی اونم 3 ساله. همین میشه 16 17 سال. من فرمو برات پر می‌کنم. نه میدونی خب اگه اینجوریه که نه می‌خواید به مهندسی فکر کنیم. من مهندسی مکانیک، الکترونیکی. ببین مهندسی از اون رشته‌های بسیار عالی هستش. مهندسی مکانیک خیلی رشته خوبیه، 4 سال درس می‌خونی، تیپش آقای رسمیه با کچلوار. بعدم یه حقوقی می‌گیری، من شانس بیاری مثلا بیمت هم بکنم. بعد البته پارتی داشته باش. پارتی داری؟ نه پارتی ندارم. برای یه حقوقی در میاری. بذار من فرمو برای مهندسی برات پر کنم. نه این دست نگه دارین. من اصلا برم هنر بخونم. هنر که شاهکار. مطالعه می‌کنی. لباس تاناکورایی از خودت میری میای همون نرو واسه کسی به شما چیزی نمیگه از این بهمنجگی لام بذار جیبت نداشتیم از دوستات بگی بعد 70 سال همینجوری واسه خودت میافتی یه گوشه میمیری کسی کاری نداره از جلو خانه هنرمندان تشهیرت میکنم من هنر رو برات پر میکنم نه میدونین الان اینا رو که گفتی اصلا من تکی اصلا درس بخونم یا نخونم بابا چیکاره است صرافی داره بابا بله